اگه تو هم بهترین تنظیمات بازی میخوای تا آخر ویدیو هم سلام، شما ریچ هستم. خوش اومدیم به یک ویدیو جدید به چنل خود. خوش اومدیم این جدید اومدم آخر ویدیو از تنظیمات کامل خودم از بیسیک سنسی همه چیم گذاشتم، کل تنظیمات بازی رو براتون گذاشتم نگاهی کردم. امیدوارم لذت ببرید از گیم پلی عالی هر چیزی براتون زدم. امیدوارم لذت ببرید از کامل این ویدیو کافی و از دست ندیم. خیلی طرفدار داشت هر موضوع بازی قرار میدم. چنل رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کامنت یادم نره. چنل رو 100 تایی برسونید. چنل 100 تایی بشه قرار بین چند نفر از شما اشتراک که مثل کدوم رایگان بذارم براتون و لذت فقط میکشی، فقط حال به هم میزنی، شب تصمیم میگیری صبح باز تو کلمی. یه بار نیدم از پات بزنه نری بلند شو شاید باز که دره بدی. من از این عشق پرم، من از این شب دور، نزا روزا رو بشمارم که همشون این شب بود. اشاره برد از این بر زندگی، هدف از اون برون بزا داغون فل باشم که سالم نرف از اون در تو. درد و گرفتون کن رو من، بعضی ها بر بلدور بودن، اما دنیا کیسه بکسمه. از بچگی بکسور بودن، از بچگی تون رو پیش فعال تومسور پر رو من پر بودم. اما چاقنم جای چربی میسون فسفور تو من. منم و این تن بیگناه می نویسم زیر نور ماه. پشیمونم نشدم هیچ وقت از کارهایی که کردم. منم و این خنده خراب، منم و این دیوان شراب، منم و این حرفایی که بیرون میزنه قلبم. فکرشم نمی کردم که یه روزی روزگاری بعدن زور بزنم تو چشم مشکلاتم و بهشون بگم که خوشبختم. آخ که تو یه احمق خوشحالی از روزای سختم. وقتی خوشیمو میبینی گر میگیری و من تو قدم بعدم. ما کلماتو جا مینداختیم، باسی میشد تو تاریخ جاوید. از هیچی تاکتیک ساختیم، همیشه منو مثل یه شاه میشناختیم. حتی از سنگم آتیش ساختیم، بازی با ما یعنی آتیش بازی. دشمنا رو آشتی دادیم، دیگه هیچ جوره توی پارکینگ جا نیست. مشکلاتو خاصی داشتی، صدای بود کنار خاکریز عادیه. کسی بینمون آزی کنی، بهترین آن تو آرشیف داریم. وقتی که رو خیالم اینو تو خوب دیدی یا نه؟ کم پاشا دیدی یا نه؟ اینک دیدی سم نشد رو پیالم پر کن، بزا بره بالا کن تو نه جل بارم نگو مفت جفام میدم توی در گفتاد و دست بشه برا همونی که گوه خورد پر سرم. همشون مفرم میبینی میگیرم بلرم، اینو همشون پر درم. بهشونم بگین علکی پتون نرم بایسا جلو میله بوده پارسال. نه شدم بلده یه داستان، بعد باک باره میرم به یه باستا با دستی که خاک. امیدوارم لذت برده باشید. بریم صحبت تنظیمات. از من صحبت نمی کنم، شما هر خودتون ببینید هر چیزی رو دوست داشتین اینو هم بگید که بگم که این بهترین تنظیمات کل بازیه. اختصاصی کانال آهنگ قفلی.
مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. لایک کام سابسکرایب یادتون نره. دوستون دارم.